برادرای خیلی مهربان، برای همه شما من میگم یکی از مبتلا شدن امروز در همین زنا و نادختر شدن دخترای ما و شما همین لباسای نادرسته که میپوشند. یک بار نگاه کنید، آخه نخواد دختری مسلمان، دختری تاجیک برادر عزیز، آخه یک یبکه دارد تا همین کلچه زانوش هم نیست، از همین بالاتر و قسم پایان تماما لوچه هیچی نداره. همین دختری مسلمانی ما، دختری تاجیکی ما، همین خواهرای ما، همون بروکای جینسی که در تنشان دارن، کرتکای تنگی که در تنشان دارن، تمام اعضای اونا در بیرونن. ای پدر دلسوز، ای مادر دلسوز، ای برادر دلسوز، آخه وای وقتی که اینها را پوشید، وقتی راسته که آینه در خود شدید، وقتی در کوچه بناز قدم زد، آیا او بعد صحت و سلامت میماند؟ آیا یک دو وقتی او در گپ میپرتاید پر باز گرگه هایی که البته پول دارن، مال دارن، زیباگی دارن، فریب دارن، اونا را سلامت میمانند؟ در اینا بسیار با اهمیت باشیم. مکتب ما و شما طلب ایران ندارد دختری ما و شما با یک یبکه و تمام بدن لج بیاید. در همون مکتبای ما و شما هم همون معلمان الحمدلله مسلمانند، همونا هم دختر دارن. آخه در همون صنف وقتی دختری ما و شما میشیند، بچه هم